OCCRP برنامه‌ای که درباره جنایات جمعی و فساد گزارش‌ها تهیه می‌کند در مطلب در وبسایت خود گفته است که سابق رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان امان‌الله حکومت الله و اعضای عائله او در جمهوری چک و شهر مسکوی روسیه 6 خانه و ساختمان دارد. به نوشته مؤلفان 2 خانه که در آسایشگاه ماریانسک لزنی سال 2012 با ارزش 500,000 و 1.1 میلیون دلار خریداری شده نیز به همین خانواده تعلق دارد. ارزش 4 ساختمان در کارلووی واری از 200,000 تا 5 میلیون دلار برآورده شده، گرانترین آنها یک ساختمان معماری می باشد. مؤلفان میگویند که اکثر مالکیت در چیخ به نام امینه موسی و همسر امان‌الله حکومت الله ثبت شده است. علاوه به این OCCRP درباره یک خانه در شهر مسکو با ارزش 1.1 میلیون دلار هم معلومات داده است که گویا سال 2006 به دست آورده شده است و به نام پسر خاندان رستم ثبت شده است. بعدا این خانه به خواهرش زرینه فروخته شد. اینچنین OCCRP ادعا کرده است که خانواده حکومت الله در قلمرو چیخ 3 ماشین گرانبهای نوع بنتلی مولسن با ارزش بیش از 306,000 دلار، فورد رپتور با ارزش بیش از 50,000 دلار و سکودا یتی با ارزش 34,000 دلار خریداری کرده است. این سازمان میگوید که حکومت الله 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چیخ سال 2012 در زمان سری کار بودن او و بعد آن صورت گرفته است. خود اعضای خانواده حکومت الله درستی این معلومات را به ژورنالیستان OCCRP رد کردند. همسر حکومت الله امینه موسی و روز 5 ژانویه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که درباره نشر مقاله درباره مالکیت خانواده آنها در خارج خبر ندارد. موسی و اینچنین گفت که این معلومات که خانه‌های کارلووی واری و ماریانسک لزنی با او تعلق دارند واقعیت ندارد و افزود که همه سالها در این زمینه نه به او بلکه باید به همسرش پرسیده شود. خود حکومت الله روز 5 ژانویه دستنورس بود، ولی در یک مصاحبهش با رادیوی آزادی سال 2016 او وجود مالکیت در کارلووی واری را رد کرده بود. در مطلب محققان سازمان OCCRP از جمله گفته می شود که زمانی شروع خریداری منزل‌های گرانبها در چیخ معاش ماهانه رئیس شرکت راه آهن نه بیشتر از 5,000 سومانی یا 625 دلار آمریکایی بود. یکی از مؤلفان این گزارش ولاد لاوروف در صحبت با رادیوی آزادی روز 5 ژانویه گفت که تحقیقات چندین ماهه آنها بر اساس سند و حجت‌های خرید و فروش منزل و ساختمان‌های انجام شده است که در رئیستری مالکیت غیر منقول چیخ و دیگر مواد قابل تصدیق اساس یافته است. وی گفت تفصیلات زیادی طرز پیدا کردن این معلومات را دادن نمیتواند، ولی گفت سازمان ما سیاست خیلی جدی سنجش درستی فکت ها را پیش میبرد. او گفت حالا میخواهند مقامات تاجیکستان نیز هم به این سوال پاسخ دهند که این مبلغ ها از کجا گرفته شدند و آیا اندازه پول های انتقال یافته به کی پرداخت شده است. تحلیلگران میگویند آشکار شدن دارایی های امان‌الله حکومت الله بار دیگر بلند بودن سطح فساد در تاجیکستان را نشان میدهد. عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک میگوید با معاش کمی که کارمندان مقامات دولتی در تاجیکستان دریافت میکنند امکان پیش بردن زندگی شایسته وجود ندارد. این تحلیلگر تاجیک میگوید مشکل اصلی در این سمت آن است که دارایی های منصبداران تاجیک روی آب نمیبرند. جناب قادروف با اشاره به تحقیقات اخیر درباره اموال امان‌الله حکومت الله میگوید از این بابت شاید این گونه مقاله ها باز پیدا شوند، اما به نظر عبدالملک قادروف مقامات تاجیک به این تحقیقات واکنش جدی نشان نمیدهند.